بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خواهرای عزیز، جای نهایت خوشحالی است برای من که شما نخبگان زنان افغانستان کوشش 12 ساله همه ما و شما را به دیده قدر منگرین و دستاوردهای ما را در 12 سال گذشته به حیث یک کامیابی می‌دانید. اگرچه از جایی که ما آغاز کردیم تا به جایی که رسیدیم از دید من و با مشکلات و مصائبی که گریبانگیر زنان افغانستان هست فاصله کم طی کردیم، فاصله زیاد طی نکردیم. ولی من میدانم و بارها در مجالس در داخل کشور و در بیرون از کشور گفتیم که تنها راه پیشرفت زنان افغانستان با بیرون آمدنشان از تمام مشکلات زندگی، چه اقتصادی باشد، چی در ساحات اثرات کلتوری و طرز دید زندگی ما باشد. مشکلات است بسیار عمیق و تنها از راه تعلیم و تربیه نسل‌های جوان ما، دخترای ما و از راه آینده نگری میتون به راه حل یافت. ولی برای علاج عاجل و به مشکل که داشتیم راه‌های حل فوری هم کوشش کردیم که دریافت کنیم. قانون گذاشتن، آزادی‌های دیگه که جامعه ما به زنها آوردن، اینها تنها کار رئیس جمهور و حکومت هم نبود. مردم افغانستان آماده ای بودن و این آمادگی رو من در 3 جای دیدم، بلکه در 4 جای. بار اول صحنه اول این آمادگی رو من در روزهای بسیار اول حکومت ما که سفر اولم در ولایت افغانستان بود، نمیدانم که سفر اولم بخیر که سفر دومم به ولایت افغانستان بود که به قندار رفته بودم و زمانی که از شهر قندار برآمدیم بیرون به طرف میدان هوایی، یک 10-15-20 کیلومتر دور از شهر قندار در یک منطقه به نام شوراندام که نزدیک میدان هوایی است، دیدم که یک دختر در لباس سیاه مکتب تنها روان بود کنار سرک و راه عمومی. او برای من یک پیام اساسی تغییر ذهنیت ما بود و ای که مردم شوق به تعلیم دارن. سفر دیگه به بدخشان بود. در بدخشان نزدیک بهارک یک بیابان بود، هیچ چیز دومی دیده نمیشد، نه ده، نه خانه، نه مکتبی، نه جای. ولی یک تعداد زیاد از دخترک‌های ما را دیدم که لباس مکتب به تن داشتن و به طرف مکتب میرفتن. موتر استاد کردم، گرچون گپ زدم، به قصد سوال کردم، گفتم کجا میریم بچیم؟ گفتن مکتب. مکتبتان کجاست؟ دور است. گفتن چقدر میرین؟ دیر میریم. خودترک بودن، نمیفهمیدن که 1 ساعت میره، نیم ساعت میره. گفتن که دیر رو میریم. و خصوصا حادثه بسیار مهم که انشالله اگر چیزی منوشتم حتما این حادثه رو می نویسم. به سفر پکتیکا رفته بودم.
سفر اول ما بود به پکتیکا، فرهنگ صاحب و رهین صاحب و برادرای بسیار زیاد از کابینه بابرای بودن. میدونم خانم سیما سمان هم که ما بودن دو سفر نبودیم. سفر اول ما بود. نمیرین که ما دو جاش. دیگه سفر اول ما بود، رفتیم به پکتیکا در ولایت با همراه مردم صحبت میکردم که یک گروه از ریسفیدای پکتیکا از ولسوالی‌های بسیار دورش نزدیک به سرحد پاکستان آمدن. با همراه ششتم گفتم که چی خدمت میتونم؟ گفتن رئیس دخترای ما، خانمای ما بسیار به تکلیف هستند، کلینیک نسایی میخوای. و یک علامه بسیار مهم شد برای من. به همین ترتیب زمانی که قانون اساسی رو می ساختیم و بر زنهای افغانستان فیصدی تعیین کردیم در ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، علمای افغانستان آمده بودن با همراهشان مشوره کردن که چی نظر دارین که زنهای افغانستان از طریق قانون اساسی جای محکمتری در نظام سیاسی افغانستان و جامعه پیدا کنند. همگی موافق بودن، گفتن که خوب است، بخیر است. پس جامعه خودش نقش بسیار مهمه در ترقی که زنهای افغانستان کردن، در بهبودی که در وضعیت چان آمده داشته. تشکر اصلی از خود زنهای افغانستان است. بسیار کوشیدین، بسیار زحمت کشیدین، صدای خواهرایتان در سراسر وطن بلند کردین، در محافل مختلف، بینوانهای مختلف، و زن افغانستان دوباره مثل که ملکه سرایا، ملکه امان الله خان به جهان معرفی کرد. در قرن 20 شما تکراراً در قرن 21 کار کردیم. اونجا تعداد زنها جمع شدن و چهره از زن افغانستان به جهان معرفی کردند، ترقی خواه، ترقی پسند و پیشرفتگر. شما خواهرام همه تانی کار 12 سال پیش آغاز کردین و افغانستان شناخت دادین که حقیقت زندگی ماست، وی که زن افغانستان هست و با قوت است و آرزوی پیشرفت دارد. البته زن افغانستان مثل مرد افغانستان در قید حالات زندگی ماست. فقر ما، تنگدستی ما، احتیاج ما و حالات سیاسی که سر کشور ما بوده که بازم همش ناشی از نبود تعلیم و دانش عمومی ماست که امیدوار هستیم از زیرا افغانستان به روزی برسه که احتیاج بیگانه نباشیم. شما مرا بسیار شنیدین در صحبت‌هایم که از رهایی خاک از احتیاج بیگانه صحبت کردیم. ایره تا وقتی را درک نمیتونین خواهرها که انشاءالله یک روز از شما خواهرها کسی رئیس جمهور نشود. روزی که رئیس جمهور شدین، خدا کنه روزی رئیس جمهور شوین که افغانستان از این احتیاج و ضرورت‌ها نجات یافته باشه، که دو جا ضرورت به این درک نشود که چرا رئیس جمهور ما دو وقت میگفت که رهایی از احتیاج خارجی. هر لحظه کار ما با اینها تهدید بوده. اگر این کار نکردی کمک بند میکنیم، اگر این کار نکردی معاش بند میکنیم، اگر این کار نکردی بینتان جنگ میخزه، اگر این کار نکردی شما ملت نیستین، حضور ما شما را امن ساخته، در غیر از شما یکی دیگه تان برباد میکنیم و میسنیم. پس تعلیم و تقویت ما تنها و تنها از راه است که اولاد خود برسانیم
و مملکت از احتیاج بیرونی خلاص کنیم. خواهر ما محترم خاور صحبت بسیار عالی کرد. ډېر ښکلي وینا جوړ کړه په ډېر ښکلو ادبیاتو او امیدواري آینده حکومت ته څرګنده کړي چې آینده حکومت به د افغانستان د ښځو د ترقي او د ژوندانه د بهبود دپاره لا ډېر کوښښ وکړي. زه مطمئنه یم چې دا به کېږي. خدای دې دا حکومت ژر جوړ کړي. اوس مو دعا دا ده چې دا حکومت ژر جوړ شي. بله ورځ دواړه کاندید صاحبان راغلي وو. نو ما ورته وویل چې تاسو چې هر توافق یو د بل سره کړی دی تشویش مه کوئ، تطبیق یې کوئ. ولې چې دا د نن حالت ستاسو تر توافق ډېر بدتر دی. افغانستان به د دې خلاص شي، د دې سردرګمۍ څخه خلاص شي. نو هیله مو دا ده چې آینده رئیس جمهور ژر تر ژره اعلان شي او خپل حکومت جوړ کړي او ملګرتیا چې د دوی دوو محترمو کاندیدانو سره شوې ده د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر صاحب عبدالله، دې ته موږ احترام کوو. موږ یې غواړو چې وي، موږ غواړو چې د شریک حکومت سره جوړ کړي. یو رئیس جمهور سي، بل دې مجري امور سي، خو ژر دې وکړي، په منډه دې وکړي. او کله چې دوی دا حکومت جوړ کړي او انتخابات اعلان سي، ما خبرو سره کړي دي او دا مې ورته ویل دي چې که په هماغه ورځ غواړئ چې مراسم د تعلیف درته ونیسم تیار یم. که 2 ورځې بعد غواړئ، که 1.5 ورځې بعد، په هره توګه چې تاسو غواړئ حکومت ورته تیار دی، ځای تیار دی، لیست ترتیب دی، دا کار کوو. خو کله چې حکومت جوړ شو او نوی رئیس جمهور راغی، زه کامل اطمینان لرم چې افغانستان به د ترقي او د پیشرفت دا لاره پیای او پر مخ به ځي. او موږ تاسو ټول به ورسره ملګري یو، همکاري به ورسره کوو. افغانستان مخالف حزب ته ضرورت نه لري. اصطلاحی که نو برآمده، افغانستان اپوزیسیون ته ضرورت نه لري قطعا. ټول افغانستان هر یو ملګرتیا ته ضرورت لري، انډیوالۍ ته ضرورت لري، همکاري او هماهنګۍ ته ضرورت لري. نو موږ به ټول د آینده حکومت سره ملګري او همکار اوسېږو، بلکې آینده حکومت ته به ځان داسې کړو چې پل سو چې دوی پر موږ تیر سي او مملکت مخ ته بوځي او ژوند قرار سي. نو خدای تعالی دې افغانستان ته اول ژر حکومت راولي، د نوي حکومت سره دې خدای تعالی ژر دې خاورې ته سوله راولي او امن راولي او د سولې په راوستو کې به ورسره ملګري او بیا دې ژر خدای تعالی افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي تر څو موږ ته دې فعلي خارجي ځواکونو او کومکونو څخه مننه وکړو او برابر به گرم ما پای خود دراز کرده زندگی خود ما پیش ببریم، البته با تشکر از اینها در جایی که به ما کمک کردن تا افغانستان عزیز اولاد خودش پرورش کنه، عسکر خودش معاش بده، پلیس خودش معاش بده، مأمور خودش معاش بده و انشاءالله تعالی که یک روز علاج مریض خودش بکنه و پل و سرک خودش بسازه. با این امید بریم به طرف آینده بهتر با حکومت جدید که مطمئناً از حکومت 10 ساله ما کنه پایگاه بهتر خواهد داشت، قوت بهتر خواهد داشت و کوشش بهتر. با شما بسیار تشکر میکنم برای اینکه ما را یاد کردین و تشریف آوردین و نه تنها که یاد کردین بلکه تقدیر کردین. این تقدیر برای ما ارزش بسیار بسیار زیاد داره، فوق العاده زیاد داره و از این تقدیر شما شاید که وضعم در خانه‌ام کمک بهتر شود. با امید خوش آمدید، بسیار خوش آمدید. دیر مننه. خدا امرار. بسیار تشکر. مسئله که یک تعداد دزدها و راهزنها و جنایتکارها
در پغمان به حرمتی با خواهرای ما کردن، دزدی کردن، بسیار جدی گرفتیم. ما شدیداً مخالف اعدام هستم، شما میدانید، و در هر حالت مخالفت کردیم، ولی به اینها اعدام خواستیم، ولی به اینها روزی که خبر شدم و قماندان روز جمعه بود، قماندان امنیه و اینا آمده بودن، معین صاحب امنیتی وزیر صاحب داخله، برشان گفتم که اینها را میگیرین و گفتم که آرزوی میز از قاضی القضات میخوام که به اینها حکم اعدام بده و ان شاء الله تعالی زود تطبیق شد، علنی زود تطبیق شد.